با درود به همه هم میهنان، همرزمان و میهن پرستان مقیم استرالیا. مانی تقی‌زاده هستم از انجمن میهن پرستان ایرانی مقیم استرالیا. میخوام چند سخنی با شما دوستان و همرزمان صحبت کنم. در آغاز این برنامه میخوام تأکید بکنم که این مخاطب بنده جمهوری خواهان نو 57 که دل در گروه انقلاب شکوهمند 57 دارن نیست. تجزیه طلبان و قومگرایان نیستن مخاطب بنده. چپگرایانی که وطن خاصی ندارن مخاطب بنده نیستن و اصلاح طلبانی که دل در گروه حکومت رو به سقوط جمهوری اسلامی دارن مخاطب بنده نیستن. مخاطب بنده میهن پرستان ایرانی هستن، آنان که دل در گروه ایران دارن، آنان که مهر میهن به دل دارن، آنان که قلبشان وجودشان برای ایران و آینده ایران میتپد. همه شما شاهد هستید که در یک شرایط بسیار بحرانی و تصمیم ساز قرار داریم. شرایطی که میتونه آینده کشور ما رو، آینده فرزندان ما رو رقم بزنه. با انجام دادن تصمیمات درست، با تعقل و با اندیشه و با فکر و با دوراندیشی، نه با هیجان، احساسات و اموشن، با عقل و درایت. کاری نکنین مانند انقلابیونی که در سال 57 باعث شدند حکومتی سرکوبگر به سر کار بیاد و 47 سال دوام داشته باشه و افسوس بخورین که چرا کار درست رو انجام ندادید. کاری انجام دهید که افسوس آن را برای سالها و برای نسلها به جا نگذارید. همه شما شاهدید، همچنان که اخبار رو دنبال میکنید، همچنان که نگران هستید برای خانواده هایتان در ایران و بستگان آشنایانتون، شاید دیگه برای همه ما محرز شده باشه که رژیم ننگین و نکبت جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوطه. حالا یا در چند روز آینده یا در چند هفته آینده، ولی سقوط این رژیم حتمی است، قطعی است. دیگه کمتر ایرانی هست که به خودش تردید بده که این رژیم ادامه خواهد داشت. خواهش من، التماس من از شما میهن پرستان این است که بی تفاوت نباشید با آینده کشورتون. به میهنمون، به آیندهش احساس دین بکنید و الان وقتشه که اون دین رو ادا بکنیم. الان وقتشه. اگر قبلا کوتاهی کردید، اگر قبلا بی تفاوت بودین، اگر بی خیال بودین، دست بکشید. الان هنگامه اینه که ما به فکر میهن باشیم، به فکر آینده پس از جمهوری اسلامی، نه به فکر این که باز از رژیم و از آخوند حمایت کنیم به بهانه میهن پرستی، وطن پرستی. این رژیم هیچ نشانه ای از میهن پرستی در این رژیم وجود نداره. هیچ نشانی از ایران در این رژیم وجود نداره. پس از این سخنان پوچ دست بردارید. وطن الان در آستانه یک تحول بزرگه و این تحول بزرگ باید به دست شما انجام بگیره، به دست ملت ایران، به دست مردم ایران، چه در داخل و چه پشتیبانان آنها، هموطنان آنها در خارج از کشور. دنیا به یک آلترناتیو نیاز داره برای اینکه مطمئن بشه آینده ایران پس از جمهوری اسلامی آینده مبهم، تاریک و پر از اغتشاش و هرج و مرج نیست. وگرنه کمک نمیکنه یا شما رو در میانه راه تنها میذاره. به دنیا نشون بدین که ما آلترناتیو داریم. ما برای آینده ایران پلن داریم. ما در هوا صحبت نمی کنیم. ما از صحبت‌های انتزاعی کلی حرف نمیزنیم. ما آینده ایرانو
دموکراسی برای ایران و آزادی برای ایران و دموکراسی برای ایران و با نشون دادن رهبری، با نشون دادن پلن و برنامه داریم ارائه میدیم. ما مشتی متوهم، خیال پرداز و ساده‌اندیش نیستیم که بر اساس مفاهیمی کلی و انتزاعی حرف بزنیم، سخن بگوییم. ما میهن پرستان آلترناتیو داریم، ما پلن داریم، ما برنامه داریم برای 100 روز پس از جمهوری اسلامی و برای دوران گذار، دوران دولت موقت، دورانی که ثبات، امنیت دوباره برگرده به ایران، دورانی که رهبر ایران، آلترناتیو ایران، بتونه نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، اونا که از جنگ آسیب ندیدن، اونا رو دور هم جمع بکنه و دوباره امنیت رو برای همه ایران برقرار کنه. اولین اولویت امنیت. اولین اولویت انتخابات نیست. تا کشور امنیت و سر و سامان نگیره، صحبت از انتخابات مسخره است. کی میخواد انتخابات رو برگزار کنه؟ در یک فضای هرج و مرج آلود که انتخاباتی برگزار نمیشه. پس بر اساس واقعیت ها صحبت کنید، بر اساس عینیات سخن بگویید. نخست باید امنیت برقرار بشه. نخست نیروی مسلحی که میتونه امنیت رو برقرار کنه. نخست نیروهای مسلح باقی مانده پس از جنگ باید انسجام بگیرن، باید تحت یک فرماندهی مرکزی منسجم بشن. هرج و مرج در نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، یعنی هرج و مرج برای کل کشور، یعنی دوچار آشوب. اثر گوشه یک سرکرده‌ای بلند میشه و یک دایه‌ای داره. جز یک نیروی نظامی منسجم و گوش به فرمان از رهبر آلترناتیو ایران، هیچ شانسی موفقیت ایران ما برای سر و سامان گرفتن نداره. ما میهن پرستان مشخصه. رهبر ما، آلترناتیو ما، شاهزاده رضا پهلوی، کسی که اغلب قریب به اتفاق ایرانیان داخل و خارج از ایران حمایت میکنن از ایشون به عنوان فرد قابل اعتماد، فردی که میشه بهش اعتماد کرد، با رژیم سر و سری نداشته و طبل اصلاحات نکوبیده و چپگرایی و بیوطنی نکوبیده، نه راست رفته نه چپ رفته. همیشه گفته این رژیم ضد ایران و ضد مملکت ایرانه. تنها فردی در سپر سیاسی ایران که میشه بهش اعتماد کرد، شاهزاده رضا پهلوی. در سپر سیاسی ایران فردی مناسبتر و بهتر از شاهزاده رضا پهلوی با اون رزومه درست و مطمئن وجود نداره. ما فقط به ایشون میتونیم اعتماد و اطمینان بکنیم برای آینده ایران، برای که ما رو به سلامت از دوران گذار عبور بده. دوران گذار دوران بس مهم و سرنوشت سازه، ساده نیست. اگر دوران گذار ما تونستیم به سلامت سپری کنیم، بعد میتونیم مملکتمون رو بسازیم، زیر ساختی که ویران شده دوباره از نو بسازیم، ایران رو دوباره شکوفا بکنیم. ولی اگر دوران گذار پر چالش، پر مسئله، پر ایراد باشه، به سختی میتونیم ازش عبور کنیم. و تنها فرد مناسب برای عبور ایرانیان از این دوران گذار، این ترانزیشن از نظام نکبت جمهوری اسلامی به یک نظام دموکرات و سکولار، فردی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی. اگر میخواین کمپینی راه بندازین، اگر میخواین کارزاری راه بندازین، اگر میخواین کمکی بکنین، اگر میخواین بی تفاوت و خنثی نباشید، با صراحت، سلیس، روان، شفاف، آلترناتیو و رهبر ایرانو که کسی جز شاهزاده رضا پهلوی نیست معرفی کنید به دنیا. مثلا ما ایرانیان خارج از کشور،
میزبان ما هستن. ایشون رو معرفی کنید. این سخنان پوچ و بیهوده و بی اساسی که ما آلترناتیو نداریم، ما اپوزیسیون منسجم نداریم، این سخنان پوچ و بیمایه و بی اساس رو بذارید کنار. کی گفته ما آلترناتیو نداریم؟ کی گفته ما اپوزیسیون نداریم؟ به این سخنان یاوه‌گویان گوش ندهید. توجه نکنید. ما آلترناتیو داریم. ما رهبر داریم. در دوران گذار مشخصه ایشون، پلنشون مشخصه، برنامهشون مشخصه. باید حمایت کنیم. باید پشتیبانی کنیم. باید علیه این سخنان بیمایه و پوچی که ما رهبر نداریم، ما آلترناتیو نداریم، آینده نامشخصه، اینا کاملا پوچ و بی اساس. به هر کسی که میشناسید، به هر کسی که برخورد میکنید، از همسایه گرفته، از همکار محل کارتون گرفته، از همکلاسیتون گرفته، از رئیستون گرفته، از معاونتون گرفته، از نمیدونم شخصی که در نمیدونم دولت، در پارلمان، در شورای شهر، شورای محله، هر کجا که میشناسین ایشونو معرفی کنین. بگین ما آلترناتیو داریم، ما رهبر داریم، ما آینده ایران رو روشن میبینیم، ما از این رژیم دیگه گذر کردیم. رژیم چینج دیگه یک دریم و رویا نیست، یک واقعیت ملموس در امروز ایرانه. این واقعیت ملموس رو از ذهنتون بیرون کنید، سخن بگویید، حرف بزنید. نباید ساکت باشید، نباید بی عمل باشید، نباید خنثی باشید. میهن اکنون به شما نیاز داره، نه فردا و پس فردا و یه ماه آینده و یک سال آینده. شده برای یک ماه دست از کنسرت رفتن و عروسی رفتن و این برنامه هاتون بکشین. بگین میهن یه ماه به من نیاز داره. الان وقتشه که به میهنم کمک کنم. الان وقتشه که به میهنم کمک کنم. جایی که من اونجا بزرگ شدم. اونجایی که به من انرژی داده. به من فضا داده برای زیستن. میهن من الان به من نیاز داره. الان زمانیه که کمکش کنم. الان زمانی که به مردمم، به هموطنم، به قومم، به خیشم، به دوستم، آشنایم کمک کنم. فکر نکنین ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. نه، هیچ نیازی نیست هیچ کار بکنیم، فقط بشینیم پشت مانیتور رو فقط با نگرانی اخبار رو دنبال بکنیم. نه، به کمپین هایی که کارزارهایی که میهن پرستان ترتیب میدن، برنامه‌ریزی میکنن، سازماندهی میکنن، زحمت میکشن، پاسخ مثبت بدید. شده یک روز، 2 روز، یه هفته مرخصی بگیرید. چیزی از شما کم نمیشه. خسارت جبران ناپذیری به شما وارد نمیشه. میهن رو کمکش کنید. مردم رو کمک کنید. با همین کارا. کارهای کوچک ولی پرشمار، پرتعداد. پرچماتون از جیبتون در بیارید. پرچم شیر خورشید، پرچم ملی ایران از جیبتون در بیارید. ندارید از میهن پرستا بگیرید. ما در خدمت شما هستیم. با پرچم پر افتخار شیر خورشید به دست شرکت کنید. با شعار مشخص، با ندای مشخص، از کلیگویی دست بکشید. همه دنیا میدونن ما دموکراسی میخوایم. همه دنیا میدونن ما سکولاریسم میخوایم. همه دنیا میدونن ما دنبال حقوق بشری. خب چگونه؟ از چه راهی؟ چطور میتونیم اینا رو محقق کنیم؟ کسی هست در دنیا الان ندونه که ایرانی دنبال آزادی، دموکراسی و حقوق بشر هستند؟ و اگر پرسیدن چگونه میخواین اینا رو محقق بکنید، پیاده بکنید، چی خواهید گفت؟ آیا رهبر دارید؟ پلن دارید؟ خب روشن و شفاف اینا رو مطرح کنید. بگویید بله، قطعا ما رهبر داریم، قطعا ما پلن داریم.
رهبر ما مشخصه، رزومش مشخصه، فعالیتاش مشخصه، پلن و برنامهش مشخصه. بیش از 40 ساله که پاپس نکشیده، پشتیبان مردم ایران بوده، خاموش نبوده. سخن بگویید، حرف بزنید، پروموت کنید ایشونو. کوتاه نیان در مقابل یا بگویان ایران ستیزان، پهلوی ستیزان. اونا کار خودشونو میکنه، ما هم کار خودمونو میکنیم. ما هم بی تفاوت نیستیم نسبت به وطن. کما اینکه دیدین که چیزی تو این 3 سال از اینا در نیامد، نه رهبری در اومد، نه شورای رهبری در اومد، nothing، هیچی. یه مفاهیم کلی که سالهایی دارن تکرار میکنن، حالا با نیت‌های خیر یا شر، بچی خیر یا شر. پس من خواهشم از شما میان پرستان، التماسم از شما اینه که اگر اختلافات اندکی، اگر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، هر چی دارید، الان وقتشه که کنار بگذارید. الان یک زمان طلاییه. من نمیگم زمان خوبیه یا زمان بهترین زمانه، میگم یک زمان طلاییه. This is a golden time. یک زمان طلایی که عمل بکنیم. قول معروف take action. الان زمان عمله. اختلافات رو کنار بگذاریم، اختلافات سلیقه‌ای یا اختلاف روبنه، هر چی هست، دست به دست هم بدیم. چون وطن، چون میهن، چون مردم ایران به ما نیاز دارن. چه چیزی از این بالاتر؟ و بعد سالها بعد افتخار میکنیم به این لحظه، به این زمان، به این لحظه ای که خاموش نبودیم، به این لحظه ای که ساکت نبودیم. هر کاری که از دستمون برمی اومده انجام دادیم، کوتاهی نکردیم، هرچند اندک، هرچند کوچک، ولی انجام دادیم. نگذارید افسوسش به جا بمونه. از دولت استرالیا، حالا ما چون در استرالیا مقیم هستیم، ساکن هستیم، از دولت استرالیا در شهرهای خودتون درخواست کنید که روابطشو با دولت رو به سقوط، نظام رو به سقوط و نابودی جمهوری اسلامی قطع بکنه و سفیر رو از کمبرا اخراج بکنه. 1 ساعت پیش در پادکستی با یکی از استادیاران دانشگاه کمبرا صحبت داشتم، اینترویو داشتیم با هم دیگه. گفت حالا شما درخواست شما چیه؟ درخواست شما دایاسپورا ایرانی در داخل استرالیا از دولت استرالیا چیه؟ چه میخواین از اینا انجام بدن؟ آیا میخواین که سپاه پاسداران رو بزنن تو لیست تحریم؟ نیشخندی زدم و گفتم It's too late. گفتم بهش ما 3 سال در این کشور، در شهرهای بزرگ این کشور، فریادمان به آسمان بلند شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بگذارید در لیست تروریستی. انجام ندادند. داد زدیم سفیر رو اخراج کنید، انجام ندادند. گفتم It's too late. گفتم الان سپاه پاسدارانی نمونده که شما میخواید بذارین تو لیستش سانکشن یا تحریم. سپاه پاسداران در حال نابودیه. سرانش دونه دونه توسط جنگنده های ارتش اسرائیل دارن چه کار میشن؟ از بین میرن. چی رو میخواین حالا تحریم کنید؟
چیزی نمونده که تحریم میکنه. کی رو میخواین تحریم میکنید؟ It's too late. خیلی دیره، خیلی دیره. گوش نکردید. درخواست ما رو نادیده گرفتی، پشت گوش انداختید. الان آنچه که ما میخوایم از شما میهم پرستان، خواهش میکنم از دولت‌های محلی، از دولت‌های محلی که تصمیم گیرنده نیستن، از دولت فدرال درخواست کنید که روابطشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن. جمهوری اسلامی در حال سقوطه. متقاعد شیم کنید که جمهوری اسلامی در حال سقوطه، قطعی و به طور یقین. سفیر جمهوری اسلامی احمد صادقی رو از کمبرا اخراج کنید. دولتی که در حال سقوطه رابطه باش معنا نداره. سفارتخونه‌شونه که در تهران بستن. دولت استرالیا دیگه در تهران فعالیتی نداره. حالا نمیدونم سفیر برگشته ایران یا برنگشته، نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی مطمئن هستم که سفارتخونه بسته شده. توصیه ایمنی دارن به شهروندان و اونایی که مقیم استرالیا بودن، دارن توصیه ایمنی رو به اونا میکنن. اونایی که در ایران گرفتار شدن، چون پروازی نیست که پروازها همه کنسل شده. ولیکن ادامه رابطه با یک دولت در حال سقوط هیچ معنا و مفهومی نداره. ماندن سفیر یک رژیمی که در حال سقوطه دیگه هیچ معنایی نداره. سانکشن یا تحریم دیگه بی معناست، مسخره است، مضحکه. بگین ما درخواست، ما میهن پرستان، تأکید میکنم میهن پرستان درخواستشون قطع روابط دولت استرالیا با نظام رو به سقوط جمهوری اسلامی و اخراج سفیر. تمام. همین. امیدوارم شما میهن پرستان به سخنان من گوش فرادهید و کاری کنیم که ایران ما به وجود ما میهن پرستان در خارج از ایران افتخار بکنه، نه اینکه سالها بعد افسوس بخوره. بیش از این زیاده سخنی نیست. پاینده ایران، جاوید شاه، جاوید ملت بزرگ ایران.